یو گایز، چطورید بچه ها؟ خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امروز اومدیم با بازی FC24. میخوایم تو بازی آنلاین بزنیم همه رو سولاخ کنیم. اصلا نمیذاریم کسی سالم بمونه. بدون مقدمه و معطلی چنل یوتیوب منو ساب کنید، لایک، اینا رو دیگه نگم دیگه، هر ویدیو که نباید گفت، همه رو انجام بدین، خودتون بزنیم بریم سراغ ویدیو. خوش اومدیم به بازی اول. میخوایم بریم حسابی پخت و پس کنیم، بریم ببینیم چجوری بازی پیش میره. الان توپ دست بازیکنای تیم حریفه. وای داریم گل میخوریم. چه چیپی تیر دروازه. وای گل خورد. خیلی زود گل خوردیم. فقط بس سکوت کرد و نگاه کرد. منتظر باش تیم حریف. مسی وای چه توپی ازمون زدن. دوباره ضد حمله و نه دفاع کردیم و پاس اشتباه و نه. حالا توپ در اختیار ما قرار گرفت. یه پاس عالی. مسی تو آفسایده و بیاد عقب‌تر. یه سانت بود، پاس بود. چه خوشگل. دوباره دفاع خالی. توپی رو خراب کرد. خوش شانس بودیم تو این موقعیت. دیری نه نشد. دوباره یه سانت. خیلی قوی داره بازی میکنه. لا مارتینز دوباره سانت بود. خطرناک. تو در اختیار ما قرار گرفت. یه اشتباهی دیگه تو پاسکاری. با کنترل میکنی. حالا یه دیری نشد. تو میگیرن ازمون. یه موقعیت دروازه‌بان بود. چه پاسکاری میکنه. چقدر قوی داره بازی میکنه. این بابا خطا. دوباره یه توپ گیری. حالا ببین میتونیم دریبل خوشگل. یه موقعیت تو عرض حرکت میکنیم و دروازه‌بان گرفت. نه نشد که اونطور بشه. حرکت دوباره یه پاس. نه نشد. دوباره توپ گیری از ما. این خوب بازی میکنیم. یه حرکت یه گل نشد. یه شوت بیرون پا گفتم یه گل بیرون پا. یه شوت بیرون پا که راهی به دروازه بازم نداشت. کرنل کوتاه کار میکنیم و یه حرکت. یه ضربه از مسی و باز هم راهی به دروازه تیم حریف نداره. حالا کوتاه بازی میکنیم رو زمین با پاسای خیلی زیاد. یه توپ رد میکنیم میاریم وسط. واو چرا پاس دادم. همونو باید خودم شوتش میکرد.
اشتباه کردم پاس دادم. یه تکل خطا واسه تیم. یه ویدیو خیلی قدیمی از میا و کوروش هست که با هم دیگه دارن فیفا بازی میکنن، بعد میا اونجا میبره. حالا پیدا میکنم لینکشو حتما واسهتون میذارم بالای صفحه شما هم ببینید. یه سر تو، یه پاس، مسی چه پاسکاری مال بازیکن داریم میگردیم. این گله نه نشد، بازم نشد، دفاع کردن توپو. دوباره توپو خیلی زود ازشون تحویل گرفتیم و بریم دوباره یه شوت و وای دروازه‌بان. چقدر بدشانسیم واقعا. فکر کنیم ما دو دستی داریم اینطوری بازی میکنیم. یه نفر هست که کلا دسته رو توی یه دستش میگیره بازی ها هم میبره. اون دیگه خیلی جالبه. یهاشون رو من دیدم ولی متاسفانه اسمشون رو نمیدونم که الان بخوام بگم کی هستن. یه شوت از راه دور که باز هم راهی به دروازه رئال مادرید نداره. تو یه کنترل و باید بگیم گل دوم که نشد. گل دوم نشد. خیلی داره تیم حریف دست بالا بازی میکنه. ما هم دستی کمی ازش نداریم تا اینجای کار. موقعیت ایجاد کردیم ولی بد شانس بود. بهترین چیزی که میشه گفت. مسی داره پخت و پز میزنه خودشو. وای دروازه‌بان دوباره گرفت. واو چقدر تحت فشار، چقدر بد. توپی که به بیرون رفت به نفع رئال مادرید. دوباره دفاع میرسه توپو میدم به دروازه‌بان و کنترل میکنه دروازه‌بان. یه پاس دوباره توپو داریم به لحظات پایانی نیمه اول داریم نزدیک میشیم. یه توپ چه اتفاقی میفته؟ شاید آخرین موقعیت باشه. وای بازم گل نشد. مسی سانت میزنه و دفاع حریف سریعتر از ما. نه نشد. Well, Derek, he took his goal well and was a constant threat throughout that first half. خب آقا بریم نیمه دوم ببینیم نیمه دوم چی میشه. نیمه اول که خیلی موقعیت داشتیم و بدشانس بودیم نتونستیم گل بزنیم. حالا مسی دوباره مسی چند نفر رو جا گذاشت و نه دیگه بیشتر از این نباید ادامه میدادم. یکم زیاده روی بود این همه دیری. دفاع میکنیم توپو میاریم عقب. نشد که بشه. دفاع پاس اشتباه از تیم حریف. یه کنترل تو دوباره یه کنترل. نه باید اینقدر سری پاس میدادن. که حالا خطا به نفع کوتاه کار میکنیم و بعد سریع موقعیت سازی کنیم و نشد. با یه پاس اشتباه دست دادیم. حالا داریم ضد حمله میخوریم و دفاع کم تراکممون گرفتیم. نباید اشتباه کنیم. تیم حریف خیلی تیز حمله میکنه. واو چه توپی از همون گرفت. دو نفر تو دفاع داریم. دفاع جمع میشه و دور میکنیم توپو. بازم کار سخت شد ولی توپ هنوز در اختیار ما قرار داره. توپ از همون زدن. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته و حالا اشتباه که توپ به نفع باشه. خود سخت تحت فشار داریم بازی میکنیم ولی
And a bit more defending on their minds here, I think. خب یه پاسکاری عالی. ببینیم گل اول. وای چرا اینقدر بدشانسی. پنالتی. پنالتی. Chance to equalise یه here. پنالتی خیلی خوشگل. بله چه گلی. And finding the بابا به به. به به. به قول علی صادقی. به به. بازی کن دیگه. بازی 1-1 مساوی و حالا ببینیم به گل پیروزی دست پیدا میکنیم یا نه. Here's Valverde. گل اول زدیم، حالا انرژی میگیریم. توپگیری انجام بشه. بله توپو گرفتیم خیلی سریع. Good work to win it back high up the pitch. And whipped into the box. یه سانت دروازه‌بان ما سریع توپو میگیره. به کنترل توپ بره جلو. مسی نشد، توپشو زدن. بازم نتونستیم بازی سازی به درستی انجام بدیم. حالا توپ دست ماه. مسی و صاحب توپ میکنیم و خطا. واقعا دیگه این خطا. یه ضربه دروازه‌بان. چقدر موقعیت، چقدر داره شانس میاره رئال مادرید رو این صحنه‌هایی که ما نمیتونیم گل بزنیم. همینو گل میشد که الان چه غمی بود. دوباره یه ضد حمله خطرناک از رئال مادرید. یه تک خطرناک بود تو محدوده. یه ضربه بود دروازه‌بان ما هم خودی نشون میده تو این بازی. و بله یه لحظه همه چی از چشمون آهسته گذشت. بریم دوباره یه حمله. مسی یه دریبل زیبا و نباید ادامه میدادم بیشتر از این. باشکی واسطه بودم. دوباره کنترل توپ نشد. بریم ضد حمله میخوریم. مدافعانمون اومدن و حالا یه بازی دیگه شوت خطرناک و یه حمله کم دفاع هم تیم حریف ضد حمله زیبا که حالا توپ در اختیار ما. وای هم ما اشتباه کردیم هم تیم حریف. تیم حریف توپو داد به ما هم دوباره توپو برگردونیم به خودشون. چه اشتباه بدی کردن. بازم قشنگ داریم بازی میکنیم. یه پاس خیلی زیبا میرسه به ما. پاس سوم. توپ سوم. پاس سوم گیری ضربه بود بازیکن‌های خودمون خورد. خیلی سریع همین چه اتفاق داره میفته. هیچ کدوممون نمیخوایم ببازیم. حالا یه ضد حمله و یه ذره کار داره سخت میشه و گل خوردیم. سخت شد. تیم حریف به گل دست پیدا کرد. مطمئن باشیم مجدد به بازی برمیگردیم. یه تعویض حالا انجام بدیم. مارتینز رو آوردیم به جای دیبالا. مارتینز تو خط حمله. مسی هم با آلوارز تغییر دادیم و رومرو رو با مارتینز جابجا کردیم تو خط دفاعی. بریم. Football at its very best, and then through on goal, he just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. انجام شد. بریم سراغ نیمه دوم. Just 10 minutes to go. صاحب توپ لوتاردو مارتینز. گرفتیم. دوباره خود مارتینز صاحب توپ میخواد دریبل بزنه نمیشه. از دفاعشون رد شد. یه توپ افتاده دست ما. یه ضربه بود بازم دروازه ما. چجوری این توپا رو میگیره؟ چقدر بدشانسیم که گل نمیشه. نشد.
is off 2-1 target. عقبیم و Credit to the defender. He just about did همچنان enough موقعیت خطرناکی که گل نمیشن. Well, this game will shortly be اوج history, and the بدشانسیه. home side appear there. to Oh, he's be, in behind them here, Derek. and it's still on. جزء تک Magnificent زدن challenge to نیست. win it back. من با تک توپو میگرفتم. Rodrigo. This could be it. اگه گل نباید بکنیم. مرسی از دفاع قشنگی انجام دادیم. دوباره It certainly خطایی wasn't که a clean میتونست tackle, کارتم and بده. the referee has got to book him, I think. کارت ضرب داد. Well, I'm not sure they deserve anything from this game, but there's still time to find that equaliser. ببینیم میتونیم لحظه آخر به بازی برگردیم یا نه. یه ضربه وای دروازه‌بان دوباره توپو گرفت. چقدر بدشانسیم. Could help their prospects as they look for an equaliser. It's a short one. And a play for an Argentina throw. Just knocked it چه out of اوتی there. انداختم واقعا. توپو صاف دادم بهشون. حالا توپ دست ماه. دوباره ببینیم یه چرخش. وای برم پنجره بپرم پایین. چقدر بدشانسی میارم. توپا گل نمیشن. یه ضربه. دوباره کورنل. درخواست استوپ بازی داد. آقا دیگه این چه کاریه؟ داری میبری دیگه. کلا اونقدی زمان نمونده. چرا اذیت میکنی؟ کار بازم سخت شده. برای کورنر شاید دفاع رو بیارم نزدیک خودم، پاس بدم و کوتاه بازی کنم. With the header. نه کورنل هم نشد. فکر کردم توپو دفاع ازمون زد ولی کورنل هم نشد. ولی این کار قشنگی نیست. و هر کسی که هستی داری بازی میکنی برد. And now it's over. And Argentina بازم have to reflect on what has نشد. gone بریم wrong سراغ here. دست دوم ببینیم اونجا چی میشه. And welcome to a game خب that بریم really سراغ shows دست lots of دوم. racing. Every reason to بازم با believe رئال that مادریده this که will be enthralling. بریم ببینیم این بازی چه اتفاقی میفته. بازی قبلی رو 2-1 باختیم. خدایی هم خیلی موقعیت ایجاد کردیم تو دروازه تیم حریف ولی بازم شانس با ما یار نبود و باختیم. بریم یه حمله از رئال مادرید. وای خیلی زوده بخوای اینطوری حمله کنی. یکم عجله نکن. حالا مدافع رو بازیکن خودش رو میخونه به سمت خودش. یه توپو گرفتیم. دفاعشون خیلی به هم ریخته است. یه دریبل که نشد. نتونستم دریبل رو تکمیلش کنم. یه پاسکاری توپو میندازیم از اون ور. مسیو نه نمیشه. تو آفساید داره حرکت میکنه. من اینم بهش پاسو میدادم. یه شوت. گل! گل! چه گلی! وای! وای! وای چه گلی! اصلا باورم نمیشه. بریم بازی ادامه داره. هنوز زود واسه خوشحالی کردن. کلا 6 دقیقه رفته. دوباره یه حمله از تیم حریف. بعد توپشو سریع بزنیم و بله توپ در اختیار ما قرار گرفت. دوباره یه پاس اشتباه و توپ افتاد دست حریف. یه سانتر. نه خوب جمع جورش کردیم. نباید اشتباه کنیم. خب توپو جنای بازی عوض کردیم. خیلی سخت شده. وای دروازه‌بان گرفت. ای توپ افتاد. وای توپ افتاد دست ما. اونجا خیلی شلوغ بود. توپو خیلی راحت ازمون زدن بازیکن تیم حریف. نشد. کورنر
یه سانتو ببینیم گل میشه. نه دفاع تیم حریف. حالا به اینو بگم بازیکن Modric. رئال مادرید خیلی قدشون بلندتر از بازیکن‌های ما تو هد زدن و ضربه سر زدن، Bellingham. ولی بازیکن‌های آرژانتین Carvajal. خیلی تکنیکی ترن به نسبت اونا. And he stopped them in their tracks. ریز نقشتر بازی میکنه. یه توپو گرفتیم، کنترل And توپ، just missing یه the شوتو. target. اوه چقدر خطرناک. چجوری اسمش زد میده. Rodrigo de یه حرکت عالی از high pressing and good بازیکن‌های high ما. pressing. یه اشتباه، حرکت عالی و اشتباه، گل نخوریم و که خوردیم. Stop it. Real Madrid چقدر on کار top. سخت شد. لوکا مودریچ گلو میزنه. So in business once more. اونم یکی از بازیکناییه که دیگه سنش کمی زیاد شده. حالا توپ دست بازیکنای رئال مادرید. تو گرفتیم ازشونو. یه پاس دوباره رئال مادرید گرفت. چه توپایی میگیرن، خیلی عجیب غریبه کنترل چنین توپایی. Otamendi has it. Danger averted. یه پاس بلند، Attacking possibilities for Real. دوباره کنترل از Find the net. رئال مادرید و کار Oh, I can't داشت believe it. سخت میشد که نشد. Missed the خدا رو chance. شکر شانس آوردیم. Glorious chance that was. One he should be taking, that's for sure. Well, there was impending danger, but good بعد defending. یه ذره آرومتر با کنترل بیشتر روی بازی کنیم. Otamendi. سعی کنیم توپو بیشتر در اختیار خودمون نگه داریم. چرا پاسا به خودمون نمیرسه نمیدونم دلیلش چیه. چرا انقدر اونا راحت توپو از ما میزنن. فعلا تا اینجای کار فعلا که بازی یکیه که انگار 0-0 مساویه، فرقی نداره با گل دوم. They just can't keep him quiet. سخت شد. بازم لوکا مودریچ دبل میکنه تو این بازی. Well, here's the Luka replay. What a Modric. well-delivered cross this is. Perfectly placed. And what a finish from Modric. It gives the goalkeeper absolutely no chance. It's such مسی a یه powerful دریبل strike. زیبا، کنترل توپ، یه تک به تک ور میداریم خودمون. مسی وای چرا نشد، چرا نشد این تک به تک رو کاملش کنیم. And unfortunately for him, he had worked his Offside. way into an باز offside هم position. آفساید. And I think everybody in the بازیکن ما ground در can see تله the آفساید the گیر offside. 30 دقیقه وقت بازی رفته ولی بازم هنوز وقت داریم که به بازی برگردیم. به غیر از نیمه اول Vinicius Junior. نیمه دوم هم داریم که به بازی برگردیم. یه توپگیری خیلی زیبا و عالی. And he's broken free. این ضد حمله میخوریم. Foiled by the post. گل سوم نشد. All the way. چه شانسی Had they got آوردیم، it, the game was firmly in their hands. Now though, چه they've شانسی آوردیم. حالا یه اشتباه از ما که توپ بیرون رفت. حالا بازیکن حریف بازی رو استوب میکنه، شاید تغییر تاکتیک داره. آخ خسته شدم، گردنم درد گرفت. خدایی داریم قشنگ بازی میکنیم ولی نمیدونم چرا توپا گل نمیشه یا توپو میخوایم ببریم سریع ازمون میگیرن. خیلی قشنگ و تکنیکی داریم بازی میکنیم. من معمولا از از پاسای پشت دفاع استفاده میکنم. حالا این بازی یه کمی داریم دریبل هم چاشنی کار میکنیم. ببینیم که چجوری میشه. بریم make sure they don't ادامه let this slip. بازی. توپ دست تیم حریف. خب میندازه توپو ازش زدیم، خیلی هم عالی زدیم. یه پاس، یه McAllister. کنترل توپ و Fernandes. پاسکاری. Well, attacking possibilities. بچه‌ها خیلی از دوستان هستن که خیلی از یوتیوبرهای عزیزی هستن که در همین عرصه FC دارن کار میکنن رو یوتیوب. خیلی هم درجه یکن، خیلی هم خفنن. With Argentina now. بعد من واقعا نمیتونم بگم به پای اونا میرسم، خیلی من ضعیفتر از اونا مدت طولانی دارن کار میکنن و اینا. So a throw in it'll be. نمونهش علی زلزله که
ویدیوهاش داخل هم اینستاگرام پره هم رو یوتیوب هست و اینا ویدیوهاشو میبینم. خیلی هم هستن میان رو ویدیوهاش میان ادیت میزنن، ادیت‌های فوق‌العاده. حالا آخر ویدیو یکی از ادیت‌های خوشگلشو براتون میذارم شما هم ببینین. چنل اینستاگرام و اینا هم میذارم براتون. تا اینجای ویدیو 2-1 عقبیم از رئال مادرید. اینجای ویدیو و اینجای بازی. توپو زدیم ولی دست بالاتر رو فعلا دست تیم حریفه. شوت راه دور که راهی به جایی نداره. خیلی باید با دقت بیشتری بازی کنیم پایان نیمه اول. بچه‌ها حالا بین دو نیمه بهونه شد که بگم حتما من به حمایت‌های شما نیاز دارم. حتما چنل یوتیوبم رو ساب کنید، چنل اینستاگرام رو فالو کنید، لایک ویدیوها فراموش نشه. بریم سراغ نیمه دوم. بازی رو شروع میکنه مسی. یعنی میتونیم برگردیم به این بازی. کار سخته. یه پخت و پز نشد، تکمیل نشد این پخت و پزه. توپگیری حالا از ما. باز رو عقب برای دروازه‌بان. وای چه اشتباهی کردیم. گل سومم خوردیم. چرا پاس اشتباهی دادم؟ خوب داریم بازی میکنیم ولی اشتباهاتمون هم کم نیست. زیاد اشتباه میکنیم. یه تک به تک برمیداریم. وای بد شانس. تیم حریف هم باید بگیم خرشانس. چه توپایی گل نمیشه آخه. تک به تک با مسی برمیداری میری تا جلوی دروازه، ضربه رو میزنی و از کنار دروازه با فاصله خیلی کم به بیرون میره. یه کنترل توپ از تیم حریف، یه توپگیری خوب از تیم حریف و حالا خطا. بهترین کار همین بود چون که اگه توپ دستشون میافتاد میتونستن موقعیت خطرناکتری رو ایجاد کنن و گل بخوریم. حتی پاس کوتاه و توپو بزنیم نذاریم بازی کنن. توپو رد کردن میزنه بود دروازه‌بان. واکنش عالی نشون میده تا دور میکنیم. پاسکاری خیلی زیبا. مسی بزن تو رو خدا گلو. واه نشو آی خدا دروازه‌بانی داره آخه این دیگه نامردیه. کنترل توپو ما بازم به دست میگیریم. کنترل توپ. حالا یه اشتباه کردیم توپو زدیم. پاس به برای دروازه‌بانمون. بزن توپشو. مسی خطا واسه رئال مادرید. فکر نمی کنم یه ضرب بزنه. ضربم زد و گرفتیم و دروازه‌بان تو رو خدا دیگه اذیتمون نکن. حالا از اون ور میبریم و خلق موقعیت. یه دیری با مسی. توپ عالی نشد بازم. چرا اینقدر دفاعشون راحت توپ از ما میگیره؟ توپو تا اونجا میبریم و دفاع خیلی راحت توپو میزنه.
دوباره ایجاد موقعیت جدید. پاولو دیبالا صاحب توپ هستش. یه شوت خطرناک و حالا درخواست استوپ بازی رو داد. چه بازی شده، چه بازی شده. ببینیم میتونیم برگردیم به این بازی. آیا راه برگشتی هست؟ میگوده هر وقت ناامید شدی پاشو برو کو، بعد اونجا داد بزن آیا امیدی هست، صدا برمیگرده هست. یه جوکای بیمزه وسط ویدیو. خب بریم که بازی شروع شد. مسی اپوزی کنه میخواد آروم باشن، یه سانت خیلی بیرون. حالا توپ واسه خودمونه، یه بازی سازی انجام بدیم و نرسید توپه. بازم توپو گرفتیم، کنترلش کردیم، دست تیم حریف و زاویه بازی رو عوض کردیم و نرسید. خدا چرا پاسا نمیرسه. خطا بازی کنه این کارته زردم میگیره. فرناندز سانت خیلی راحت دور کردیم، خیلی هم دور نکردیم. خب حالا توپ دست دروازه‌بانه. 75 دقیقه 3-1 عقبیم. خدایی داریم قشنگ بازی میکنیم، ولی تیم حریف هم تیم قوی داره، هم بازی خیلی خوبی داره. خیلی قشنگ داره بازی میکنه. حالا توپ ببریم، دوباره توپ ازمون زدن. توپو گرفتیم، پس گرفتیم، مسی تو آفسایده، میزنیم و گل! چه گلی! پاولو دیبالا Underway again, and we're being treated to plenty of goals. 3-2 at the moment. Dybala, trailing as they are, they're not likely to get too many opportunities late in this game. نشد. 3-2 اختلاف کمتر شده ولی بازم هست. یه اختلاف دیگه مونده. یه گل دیگه بزنیم تازه کار به مساوی کشیده میشه. توپگیری بچه‌ها من یکم کمتر صحبت میکنم که تمرکزم رو بازی بیشتر باشه. یه دریبل زیبا چجوری گرفت دروازه‌بان این توپو؟ پنالتی. بله. میزنیم و گل سوم. به به. اینه بازی. برگشتیم. لئو مسی. بریم واسه گل پیروزی بخش این بازی. فعلا که نتیجه کار 3-3 مساوی شده. چه بازی جذابی شد این بازی. یه شوت خطرناک و 87 دقیقه. بعد ببینیم میتونیم به گل پیروزی برسیم یا نه. یه پاس خیلی بلند. چه اشتباهی کردم تو پاس دادن دوم. یه حمله از تیم حریف. کار دوباره سخت شده و یه دفعه زمان زیادی واسه پیروزی نمونده. اینجا کار مساوی اگه گل نخوریم. مرسی از دروازه‌بان. توپی رو واسه همون گرفت. گل نخور. وای چه توپی رو گرفت. حالا یه ایجاد موقعیت، خلق موقعیت عالی. توپو ورداشتیم داریم میریم خودمون. وای بابا تو حمله بودم آخه چجوری سوت پایانو زدی.
که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. دیگه نشد که بازی رو ببریم. بازی اولمون باختیم، بازی دوممون هم یه کامبک خیلی خفن زدیم. برم حسابی تمرین کنم، ویدیو خفن‌تر، بازی بهتر دوباره می‌بینمتون. حتما چنل یوتیوب منو ساب کنید، لایک ویدیو فراموش نشه، اینستاگرام هم فالو کنید، همه این زیر واسهتون میاد. منتظر ویدیو جدید ما باشید. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.